حضرت رسول اکرم یک دختر داشتند، دیگرانشان وفات کرده بود، چی زینب و چی گلسوم و چی رقیه. فاطمه نور چشم آخر مونده بود و خلاص، دیگر نه پسرانشان بود و نه دخترانشان. فاطمه را خیلی دوست می داشتن، آنقدر دوست می داشتن که هر بار فاطمه برای زیارت به خانه پیغمبر خدا می آمد، شرفه پای فاطمه را می شنید، از جاش می خیست، پیشواز فاطمه می برآمد، او را می کپید، دستاش از پیشانی شروع سارهاش بوسه می کرد، می آورد در جای خودش می شناست. مگر کدام پدر دخترش این تو دوست می دارد؟ کدام ما و شما نسبت به دخترمان اینقدر مهربانه؟ البته الحمدلله هستیم، لیکن به این حد، به این آداب هیچ کدام ما نمیرسید. بینه برای خاطر فاطمه که او همون وقت 20 و 21 و 22 بود، پیغمبر میخیست، پیشواز میبرآمد، او را بوسه میکرد. بنابرای بوسه کردن فرزند عزیزان من این از رحم است. ولی بعضی کتاب ها ده بوسه کردن فرزند نای کردین، این خطا هست. ان همین دختر نور چشم فاطمه سلام الله علیها، این دختر ارکشان بود گویم، مثل دخترای امروز حاکم ها در حساب بانکیش $1,000,000 پول داشت، مثل دخترای حاکمای امروزه بارین پرزیدنت ها بارین سمالیات مخصوص رو میگردانید. دموکرات های عالم، پادشاه های عالم وقتی که حکومت به دستشان بیاد اول اسباب راحت برای فرزنداشان آماده میکنند. اما این میدانه احتمال به تفصیل نیست. بگوید حضرت فاطمه رو پیغمبر خدا آنقدر دوست می داشتن که حضرت علی رضی الله تعالی عنه خریدار دختری ابوجهل شد. ابوجهل یک دختری داشت، شاید عیال خوشرو بود است، شاید کسی از خویشاوندانش او را به علی پیشکش کردند. حضرت علی جوان که بود خواست که دختری ابوجهل بالای حضرت فاطمه سلام الله علیها بگیرد. البته این بعد از مدینه آمدنشان، بعد از بین رفتن ابوجهل شد دیگه این حال کار. حضرت فاطمه سلام الله علیها این خبر فهمیدند، پیش پدرشان رفتند، گفتند پدر بزرگوار، مردم میگویند تو کشتی دخترت نمیگیری، مردم میگویند محمد نسبت به فرزنداش بی پرواست، اکنون شنیدم علی بالای من زنگیر شده است، باز هم کی را؟ دختری دشمن خدا را، دشمن شما را، ابوجهل. حضرت فاطمه پیش پدر بزرگوار شانده گیله کردند. یا الله، رسول اکرم این خبر شنیدند. وقتی که آب دیدی فاطمه را دیدند، البته فاطمه وقت یاش بود، 21 22 بود، بالای منبر برآمدند، مردم جمع شده بود، اصحاب گفتند من شنیدم که فرزندان ابوجهل قبیله هشام ابن مغیره دختر خودشان به علی پیشکش کردند و علی را دوماد کردن میخواهند. اگر این راست باشد، من همچون پدر فاطمه را دوست می‌دارم و هر چیزی که فاطمه را آزار می‌دهد من آزار می‌دهد و هر چیزی که فاطمه را غمگین می‌سازد من غمگین می‌سازد. والله لا آذن، والله لا آذن، والله لا آذن. قسم به خدا که من این اجازت نمی‌دهم، من این اجازت نمی‌دهم. اگر علی خریدار دختری ابوجهل است، دختری من فاطمه را آزاد کند، سر بیاد، طلاق کند، بعد از آن بعد دختری ابوجهل بگیرد. والله گفت دختری پیغمبر خدا با دختری دشمن خدا در یک جا جمع نمی‌شود. ببینید چگونه رسول اکرم دخترشان دوست می‌داشتند.
یا الله، این حدیث بخاری است. ان همین فاطمه زیبا خود خمیر میکرد، خانه عدیده، خود با آسیا بی دستی آرد میکرد، خود آب میکشید، خود خانه میروفت، دستاش از آسیاب کردن گاه آبله میکرد، خانه میروفت، چنگ و غبار لباساش چرکین میکرد، از آبکشی سینی مبارکش توی مشک در پیش برش می آورد، سینی های مبارکش در من شد. حضرت علی دل سوخت، گفت که فاطمه جان من بیا پیش پیغمبر